توی این ویدیو قراره بهتون یه ابزار کاملا رایگان و حرفه‌ای معرفی کنم که با استفاده از اون میتونید برای UI سایت و یا معرفی محصولتون کاراکترهای خیلی جذاب بسازید. اینجا ایهام استودیو و قراره بهتون سایت ساپینز رو معرفی کنم. لینک سایت رو توی کپشن براتون قرار میدم. وقتی وارد سایت میشیم در نگاه اول یک کاراکتر برای ما ساخته که ما با ابزارهایی که در اختیارمون قرار داده میتونیم اونو کاستومایزش کنیم. برای مثال میتونیم پوزیشنش رو تغییر بدیم. من حالت استندینگ میذارم. جنسیتش رو میتونیم تغییر بدیم. با کلیک کردن روی کاراکتر میتونیم صورتش، بدنش و پاهاش رو تغییر بدیم. توی این حالت شما میتونید تعداد زیادی کاراکتر بسازید. تمای مختلف هم داره، مثلا کالرفول، دوتون و آوتلاین. حالا من کالرفول رو انتخاب کنم و برای خروجی گرفتن گزینه اکسپورت رو میزنم. اینجا از ما میخواد که یه دونه اکانت بسازیم و خب من این مراحل رو از قبل رفته بودم و میدونم که اگر هر ایمیلی بزنیم لازم نیست که حتما ایمیل واقعی وارد کنید. خب بعد از اینکه ثبت ناممون انجام شد روی گزینه اکسپورت 2 تا فرمت SVG و PNG میتونیم خروجی بگیریم. من خروجی PNG گرفتم و اینم از خروجی کارم. امیدوارم که این معرفی واسهتون مفید بوده باشه. برای دیدن ویدیوهای بیشتر حتما کانالمون رو سابسکرایب کنید. اگه کسب و کاری دارید که دوست دارید که بیشتر دیده بشه حتما به سایتمون هم سر بزنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.